have outdone Spain. 5 out of 5 for Portugal. That sees them so. دومین قهرمانی تیم ملی پرتغال در چهارمین دوره لیگ ملت‌های اروپا. بالا بردن جام قهرمانی توسط رونالد کارلوس فقید 40 ساله پرتغال که میشه گفت بهترین بازیکن تاریخ فوتبال پرتغال اروپا است. رونالدو نشون داد که در 40 سالگی هنوز هم میشه در سطح یک فوتبال دنیا بازی کرد و به قهرمانی رسید. از نظر حسین فقط یک عدد است. He's won it all, but he is hungry for every prize on offer. And there will be a day